سلام كمسك الختام. به نام خداوند بخشنده و مهربان. الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام علی نبینا محمد و علی آله و اصحابه اجمعین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. درس امروزه حرف سین می باشد. برای یافتن مخرج این حرف پیش از این حرف الف و فتحه می گذاریم. اس. مخرج حرف سین این سری زبان به سرشوی دندانهای پایان می رسد. اس. حرف سین حرفی چهار شکله بوده پیش از خودش و بعد از خودش به حرف دیگر پیوست می شود. حرف سین با فتحه چنین خوانده می شود: س. با کسره چنین: سی. با ضمه چنین: سو. لبها به پیش برآورده می شوند: سو. حرف سین در اول چنین نوشته می شود: از طرف راست به طرف چپ به حرف بعد از خود پیوست می شود و در بین چنین نوشته می شود: از طرف راست به طرف چپ به حرف پیش از خود و بعد از خود پیوست می شود و در آخر چنین نوشته می شود: از طرف راست به طرف چپ به حرف پیش از خود پیوست می شود و از خط می گذرد و در آخر چنین نوشته می شود. اکنون بیایید با هم مثال ها را می خوانیم. مثال اول: با فتحه، سین با سکون: بس. مثال دیگر: سین با فتحه، میم با سکون: سم. مثال بعدی: سین با کسره، را با سکون: سیر. در اینجا را باریک خوانده می شود به سبب کسره‌ای که پیش از آن آمده است: سیر. مثال دیگر: سین با فتحه، ف با فتحه، را با سکون: سفر. را قفس خوانده می شود: سفر. مثال دیگر: سین با فتحه، ب با فتحه، قاف با سکون: سبق. حرف قاف حرف قلقله می باشد: سبق، صدا می دهد. مثال دیگر: سین با فتحه، لام با فتحه، ف با سکون: سلف. مثال دیگر: ف با فتحه، را با فتحه، سین با سکون: فرس. مثال دیگر: میم با فتحه، سین با سکون، لام با فتحه، کف با سکون: مسلک. مثال دیگر: میم با ضمه، سین با سکون، را با کسره، ف با سکون: مسرف. حرف را باریک خوانده می شود به سبب کسره. مثال دیگر: الف با فتحه، سین با سکون، لام با فتحه، میم با فتحه: اسلم. مثال دیگر: الف با کسره، سین با سکون، ت با فتحه، ی با سکون، س با فتحه، را با فتحه: استیسر. و مثال آخر: یستیسر. بیایید مثال ها را باری دیگر تکرار میکنیم. بس. سم. سیر. سفر. سبق. سلف. فرس. مسلک. مسرف. اسلم. استیسر. یستیسر. این بود پایان درس امروزه. وظیفه خانگی: قاعده، شکل ها و مثال های حرف سین را در دفتر کاری خود بنویسید. سعی و کوشش کنید تا الفبای عربی را به آسانی آموخته به قرآن خوانی شروع کنید. در آخر دعا میکنیم که خداوند به شما آسان گرداند تا خواندن کتابش را تیزتر از خود کنید و این چنین دعا را در حق ما فراموش نکنید. و سلام بر آن شخصانی که راه هدایت را پیش گرفتند.